سرزمین من بود به جای آنتونی هاپکینز حرف زدم و چه لذتی بردم. آدم وقتی یه هنرپیشه خیلی خوب نقشش رو خوب اجرا میکنه، وقتی گوینده میشینه جاش حرف میزنه تمام وجودش گرم میشه، لذت میبره. سالیان سال تو وجود آدمی گرما حس میشه. ما سینما رو با یه دید دیگه نگاه میکنیم. ما دوبلورا، ما فیلم خوب دستمون بیفته از وجودمون مایه میذاریم تا جایی که توان داشته باشیم کارمون رو به نفع احسن انجام میدیم که چیزی از هنرپیشه نه اینکه کم بکنیم بلکه بهش اضافه کنیم. فیلم‌های تلویزیونی، شاید منظورتون فیلم‌های ویدئو باشه، اینا به نظر من یه مقدار سرعت به کار داده. سرعت به کار دادن ما قبول نداریم هنوز. ما گوینده‌های قدیمی اینا قبول نداریم. دوبله این نیست. دوبله قدیمه. دوبله یک فیلم باید 1 هفته طول بکشه. گوینده عین هنرپیشه باید بخونه، باید مطالعه کنه، نقشو بشناسه، احساسشو بشناسه، بعد اجرا کنه. این که بیان بگیم بریم ضبط کنیم فلان برای اینکه امشب میخواد بره رو آنتن، این به نظر ما دوبله نیست، فارسی کردنه. سینما چیز دیگه هست. سینما باید باهاش زندگی کرد.